سنن رسید و نیزشو به جلوش فرو کرد. یزید دستور داد خود چند تا از سوار بیارید، همراه اینا موظفی تا خود مدینه میری، رهاشون نمیکنی، نه زن و بچه هم. اون علی ابن الحسین یه دونه مرد همراه اینا هست، اونم که بیماره. تا خود مدینه همراه اینا میری، تحویل مدینه شدن برمیگردید. 20 نفر از سوار همراه این قافله فرستاد مدینه. اومدن قبل دروازه مدینه ایستادن. اینا که رسیدن به دروازه مدینه، عمه جان ما حضرت زینب صدا زد، پسر برادرش رو صدا زد، گفت عمه قربونت برم بیا. گفت جونم. یه روسری باز کرد، داد دست امام سجاد، گفت بین زناب و دخترها هرچی طلا مونده، هرچی به ما برگردون، هرچی که خلخال و گوشواره و علم رو مونده، بین این دستمال بریزیم. گفتن میخوای چیکار کنی عمه جان؟ گفت اینا رو جمع کن. دونه دونه اینا رو جمع کردن آوردن خدمت عمه جان ما. گفت اینو بده دست رئیس این سوارا. گفتن چرا؟ گفت اون جایی که ما گفتیم ما رو ببر کربلا، نه گفت ما رو رفتی قبر حسینمون رو دیدیم، تو بین این راه خیلی زحمت ما رو کشید، اینا رو بهش تقدیم کنید، ازش تشکر کنید. اومدن پیش رئیس این سوارا، گفتن اینا رو عمه جان ما زینب به شما داده، گفته ازتون تشکر کنید. گفتن نه نیازی نیست، ما جلو پولمون رو از یزید گرفتیم. گفتن اگه قبول نکنی زینب ناراحت میشه. به اصرار این طلاها رو دادن دست رئیس این از سوارا. دیدن از اسب پیاده شد، زانو زد. یارانش اومدن گفتن امیر چرا زانو زدی؟ گفت من دیگه نمیخوام برگردم پیش یزید. گفتن چرا؟ چی شده مگه؟ گفت خواهر حسین برامون طلا فرستاد. این خواهر اونیه که تو گودال گفت یه قطره آب بدید ما زدیم. این خواهر اونیه تو گودال گفت حداقل بذاری چشمامو ببندم بعد بری سمت خیمه های من. سنن رسید و نیزشو به گلوش فرو کرد. این خواهر همونیه که به زور دوتا کنده زانوش نشست. گفت مرد باشید بذارید من چشمامو ببندم، اون موقع خیمه ما آتش بزن. خواهر اگه اینه برادر دیگه چیه؟ ما نفهمیدیم کیو کشتیم، ما نفهمیدیم کیو